امی سوالا را کمتر میکنیم. در ورقا انشاءالله چی میکنیم باز بعد از او به ترتیب میگیم. شور نخوری خیر ببینی که زود زود بگویم. بعضی خواهران ما هستند که در وقت جواب دادن سوالات غال مغال میکنه و به سرعت به طرف موتر بیرون میشود و از آوردن اطفال لخوردم بدون عذر خودداری کنند که سبب اخلال میشود. خب مشوره بود خواهرای ما. مدین روز گفتم که سبب آزار و اذیت کسی نشوه. کوشش بکنه که فرصت بدیم برای فهم دین برای دیگران. شما همیشه حنفی را بد میگوید. چرا؟ الله نکنه که ما حنفی را بد بگوییم. شما برداشت نادرست دارید. ما حنفی را بد نمیگیم. کدام حنفی را؟ حنفی او کسی را ما بد میگیم که با سنت رسول الله ضد داره و او اصلا حنفی نیست. چرا که حنفی اصیل گاهی با سنت ضدیت نداره. چرا حنفی اصیل پیروی یا مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله است و او میگه که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. آیا این حلقه تفسیر قرآن کریم است یا پروسه سلفی سازی؟ تو بگو که سلفی سازی چی معنا داره و پروسه حلقه قرآن کریم چی معنا داره. ان شاء الله اردوش لازم و ملزوم است. سلفی معنا به قرآن و حدیث چنگ زدن. ما امیر میگیم این مذهب میگه 12 سال قدامت داره. صحیح است خیر؟ همینجا که بودایسم است وام بگوید که ما 2000 سال قدامت داریم اگر گپ در قدامت داشته باشه. و خود امام رحمه الله از جمله تابعین است. اگر این قسم حنفی ها مشرک است چرا شاگردای شما در درسای روزانه مولوی عبدالسلام عابد می آیند و پشت آن نماز می خوانند؟ ما خب پشت عبدالسلام عابد تو کلان عالم است. او خب بسیار گپای خوب میزنه، بدعت رد میکنه، شرک رد میکنه. این جدا مسئله است که مقلد است. ما پشت ازور نه، پشت هر عالم اقتدار جایز میدانیم به شرطی که بدعت عقیدوی نداشته باشه، کفری نداشته باشه. ما در این مورد بد نمیگیم این گپاره. و مشرک خو نیست. ما گفتیم بله مشرک وقتی میشه نعوذ بالله که یکی از اسباب شرک دو پیدا شود. اسباب شرک کدام است؟ اگر امام ابو حنیفه رحمه الله را به مثل پیغمبر بدانه، گپی از او را به مثل گپ پیغمبر بدانه، باز میگم که پشت سرش نماز نخوان، به خاطر که رسول الله است. این یک عالم دین است، مجتهد است. میگه داری خو دعا کرده برای ما الله برشان اجر بده. خانمی هستم که همیشه مریض هستم و من معده درد هستم. خو روزه هم گرفته نمیتونم، بسیار با مشکل روزه میگیرم، راهنمایی بکنید. اگر خیلی تکلیف سر دامت الله برات اجازه داده، مریضی که خیلی سختی سرش بیا الله او را اجازه داده که بخوره، خو لیکن قضا بیاره. اگر کمکی سختی سر انسان میاد ای را باید تحمل شوه که فضیلتی ما را بگیری و آینده خو بی از او قضا سرت است. در مطلق تکلیف انسان باید روزه را نخوره. او مریضی که باز تو روزه را گرفتن نمیتونی، اونو مریضی اجازه میده برای انسان که آدم بخوره. عمرم 70 سال رسیده، از سن 10 سالگی تا این روزه نماز میخوانم، لیکن تا اکنون به من گفته نشده، رفع الیدین نکردم. آیا از جمله گمراهانم؟ چرا به من گفته نشده و شما با سند صحیح به من ارائه نمایید؟ نه خیر. هر عامی ما، آدم عوام ما که از ملا صاحب سوال کرده، مطابق گفته ملا صاحب عمل کرده، ولو که عمل خطا باشه الله برش اجر داده. به خاطر که اینمی عامی از ملا به این خاطر سوال کرده که از قرآن و حدیث برم جواب داده. اگر او خطا جواب داده گناهش سری ملا است، نه سری تو. نماز تو بالکل درست است. خب حالی که برات معلوم شد و بازم تو باز به یک عمل خطا عمل میکنی، بعد از او باز الله تو را میگیره. در کشوری که 6 ماه شب 6 ماه روز است، نمازها و روزه چطور میشود؟ اصلا همو کشوران نروژ و سویدن که میگه اینطور مکمل 6 ماه شب و روز نیست. انشالله اینطور کس باشه در این مجلس که فعلا همینجا باشه، همونجا زندگی میکنه، یک کمی خیره رقم میباشه، یعنی فرق میشه. شبام فرق میشه، روزم و روزه و نمازها مطابق اوقات گرفته میشه. باز کدام جایی که فرق نمیشه در نزدیکترین کشور قیاس میشه که مطابق ساعتای از او تقسیم روز و شبشان میشه و تقسیم نمازشان هم. در کشوری که 12 و 30 شب بجه نماز خفتن خوانده میشود، این نماز از نمازهای امروز حساب میشود یا فردا. لطفا یک نفر از جرمنی سوال کرده است.
بله اگر 12 و 30 است، چون که 12 و 30 برای از او معلوم میشه که کدام وقت است، از شب است یا از روز است. اگر از شب باشه معلوم شد که خفتن است. و از کدام روز شمرده میشه؟ قاعده است که روز همیشه تابع شب می باشه. روز تابع شب می باشه. این شب پیش می باشه روز. ما و شما میگیم شب این سبت دوشنبه است، شب دوشنبه میگیم. چی؟ شب تابع روز می باشه. شب دوشنبه میگیم. از او خاطر در 12 و 30 اگر نماز میخونه او از روز آینده شمار میشه، نه از روز اول. خو این کدام مفهوم هم نداره. خو نماز خوانده، خدا کنه مربوط روزی پیش باشه یا روزی بعد باشه، این چی معنا داره؟ آیا خانم ها هم آمین را به جهر ادا کرده میتونن؟ بالکل، لیکن به صدای خیلی بلند نه. کلمه شهادت دارای چند فضیلت است. ماشاءالله کلمه شهادت همین فضیلتش بس است که من قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. خاصیت و آثری را که الله در این کلمه گذاشته امی است تا که مانع و مشکل پیدا نشوه، دیگه عوارض پیدا نشوه، کسی را بخونه حتما در جنت داخل میشه. درباره استاد شدن برای معلومات بدید. در مکتب در مقابل استادان، در مقابل استادان استاد شدن که ولار سید میگه درست نیست. چرا که پیغمبر علیه السلام میفرما من احب ان یتمثل له رجالا قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که خوش داره که مردم برش استاد شوه، شکل استاد شدن برش اختیار کنن، جای خود در آتش در جهنم تیار کنه. آیا خوردن گوشت کبوتر جایز است؟ بالکل جایز است. اگر بخوایم یک کافر را به اسلام بیاوریم، چگونه به اسلام بیاوریم؟ با کدام روش؟ کافر به اسلام آوردن پیش کردن خوبی های اسلام است، دلایل منطقی که عقل از او را بپذیره. به اون سیستم تو به اسلام دعوت میدی، برش میگی. اول از این مثلا پرسان میکنی که آیا ما در دنیا آمدیم کسی داریم که ما را پیدا کرده یا نه، هدف داریم برای زندگی یا نه. 3 نقطه را باید هر کس بدانه که از این کار کرده نمیتونه. از یک جای آمدیم، در یک طرف روان هستیم و برای یک مقصد آمدیم. این را نه کافر امکان میتونه نه مسلمان. بعد از اینکه قطع پذیرفتی 3 چیزه، بعد از او مورد سوال قرار بده که از کجا آمدیم و برای چی آمدیم و کدام طرف روان هستیم. مقصد از این آیه چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. اصل حدیث است که مردمان نعوذ بالله سخنای بیهوده را، چیزای نعوذ بالله که مردم مصروف میسازه از قرآن و حدیث دروگردان میکنه، چی او ساز و سرود باشه، لهو و لعب باشه، مذاقا باشه، خنده بازارا باشه و از رای الله مردم میکشه. اینجا ترجمه قرآن شروع است و اونجا میره ساز و سرود شروع میکنه، کار دیگر شروع میکنه و سند و دلیل هم در اون مورد نداره. این مطلب آیت است. یعنی در مقابل دعوت دین الله دعوت چی؟ امور باطل. درباره حقوق پدر و مادر صحبت نمایه. ماشاءالله پدر و مادر آمده رو است، انشاءالله در ترجمه چند روز بعد آمده رو است، انشاءالله براتان میگیم. میگه چی چیزا حفظیزه ما قوی شده، چی چیزا ترک کنم؟ بس گناه را ترک کن، انشاءالله حفظیت بسیار قوی میشه. از الله متعال دعا طلب بکن. زردی با چی معالجه میشه؟ بعضی ها میگوید که با 7 بار خواندن سوره فاتحه بند میشود. آیا حقیقت دارد؟ 7 بارش نمیفهم. خود سوره فاتحه نام شفاست در حدیث. سری هر مرض چی زردی باشه یا غیر زردی تلاوت شود، انشاءالله الله شفا میده. اگر ما در حق کسی که خودش زنده باشد قرآن کریم تلاوت کنیم یا روزی نفلی بگیریم قبول میشود؟ نه خیر. این عباداتی بدنی است، به کسی نمیشه. دعا برش میتونی خلاص. آدرس دقیق مسجدتان کجاست؟ تا از بعضی از نمازهای جمعه اشتراک کنیم. کمپنی دمی بازار در چوک نارسیده، دستی راست 4D بزنس سنتر است، پشت سرش مسجد است. درس هایی که این چند روز ثبت شده میتوانیم ویدیوی تصویری آن را به دست بیاریم. بالکل انشاءالله دستور داده شده، انشاءالله فردین براتان میاره. سوره فاتحه را مکمل جور میکنه. ممری کارت را از کجا به دست بیاریم؟ ممری کارت ها اونجا امرای عبدالرحمن است، اونجا بیرون می باشه، میتونه خودتانم بخری، به دوستایتانم روان کنی انشاءالله که سبب هدایت کلگی شود.
او قیمتش خیلی کم است، انشالله توسط خیلی قیمت کم شاید یک اجر خیلی بزرگ آدم کمایی کرده بتانه. نماز شکرانه در چی وقت خوانده میشد؟ وقتی که یک نعمت الله برات آمد تو میتونی که نماز شکرانه بخوانی 2 رکعت نفل. چرا که یک صحابی او 3 صحابی که توبهش قبول نشده بود و یکیش کعب ابن مالک رضی الله عنه باز نماز شکرانه خواند. اگر در نماز در قیام در تلاوت کدام سوره سجده بیاد چی طور کنیم؟ سجده تلاوت که آمد الله اکبر زود برو سجده تبکو پس برو در قیام استاد شو ادامه بدی تلاوتی تا. آیا سجده کنیم یا با قیام خود ادامه؟ نه سجده کو. سجده را که خلاص کردی آتیشه تو سجده کو پس بخیز ادامه بدی. یکی از مریضان ما عملیاتی سخت امروز داره میگه التماس دعا الله کامیاب کنه در عملیاتش شفای کامل الله برش بده. حافظ قرآن کریم که قرآن را فراموش کرد چی حکم دارد؟ 2 حیثیت داره. اگر بنابر بازیگوشی و غفلت و بی التفاتی را چی کرده باشه سخت گناه در حدیث برش آمده. اگر نه که این کوشش خود کرده لیکن از پیش فراموش شده هیچ گناهی نیست الله نمیگیرش. چرا که از خودی پیغمبر علیه السلام هم بعضی چیزا را الله فراموش میکرد. دیدن سریال های اسلامی مانند یوسف علیه السلام، مریم مقدس و عمر رضی الله عنه درست است. تنها از عمر رضی الله عنه یک چیزی گمان میکنم خیر درش است و او قدر چی هم نیست. بهتر است که فیلم ها او قدر تاثیرات نداره، چرا که اصلی حقیقت دیگه قسم شاید وانمود کنه. مثلا از زلیخا تعبیر به اینطور یک زنی فاحشه میشه، یا از عمر رضی الله عنه شاید اینطور شخصی نباشه که هو به هو امو کردار ادا کرده بتونه. و همیشه در ذهن اطفال ما باز می تصویرها می زمانی که در کتابا میخوانه کسی که آبروی خود را میچیند جزای او چیست؟ رسول الله سر میگه که الله لعنت سرش گفته او لعنت بدترین انجام یک انسان است که از رحمت الله آدم محروم میشه. از او خاطر در کدام گناهی که کلمه لعنت وارد شده باشه علما گناه کبیره را که تقسیم میکنه یک تقسیم شامیسته که کدام گناه در او لعنت آمده باشه و گناه کبیره است، یعنی سخت عذاب الله برش میده. کسی که بیجاب است چطور مجازات میشود؟ بله الله میدانه که چه قسم مجازات میکنه. اون جهنم است، عذابش در قرآن ذکر شده. پوشاندن عورت از پسر ماما و پسر کاکا چطور است؟ ضرور است. کسی که موی خود را بلند بسته میکند جزای او چیست؟ مثل که اوهان شتر واری اگر کنه پیغمبر علیه السلام هم سر از او لعنت گفته. آیا ایمان کمی و زیادتی را میپذیرد؟ بالکل، به خاطر که در آیات قرآن هم است، در حدیث هم. حدیث مبارک است کسی کلمه طیبه بخوان داخل جنت میشود. در اینجا عمل ذکر نشده است، بله این خاصیت کلمه را الله پیغمبر بیان کرده. خاصیت کلمه سبب دخول جنت است، اما عوارض اگر موانع پیدا شود باز نمیشه. ناصبی را تعریف نماید. ناصبی کسی را میگه نعوذ بالله که به نزد اهل تشیع که و خلافت از چیست علی رضی الله عنه غصب کرده و منظورشان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما است. دیروز بعضی علما را مشرک خواندید، حالان که کسی که کلمه طیبه یا توحید را بخواند با آن عمل میکند نظر و کدام دلیل مشرک گفته میشه؟ ما خو علما را با یک کلمه خواندن انسان از شرک نمیبراید. اگر یک آدم کلمه میخونه لیکن بگه حکمت خود در طاغوت بالا میبره یا ولی را متصرف میدانه یا حاجت روا میدانه یا مشکل کشا میدانه، کلمه میخونه لیکن مشرک است. اگر او عالم است اگر او عامی است، هر کس که است. من همیشه به خیلی شوق علاقه قرآن عظیم‌الشان را تلاوت میکنم. در طول هر ماه 2 بار یا 3 بار ختم میکنم و با والدین و مستحقین دعا میکنم. کسی برای میگوید که معنای قرآن کریم را 100% ندانی زحمتت بیفایده است، به دربار الله قبول نمیشد. لطفا به من روشنی بندازید. بالکل الله متعال با محض تلاوت هم ثواب میده، اما او اجری که با امرای فهم معناست او برات حاصل نمیشه، چرا که اصل هدف نزول قرآن هم فهم معنا و عملی کردن احکامش است. اما این طور نیست که اگر این کار میکنی این چیست زحمتت بیفایده است، این گپ فتوا را نادرست داده. بالکل الله در هر حرف اجر داده رو است و دعا را به مردم کرده میتونی. شما گفتید که الله با ملائک مشوره کرد. مشوره کسی میکند که نتیجه و انجام کار را نداند. الله نتیجه همه امور را میداند، پس چرا مشوره کرد؟ اگر میگویید که الله خبر داد با ملائکه مشوره نکرد، پس کلمه مشوره را به الله جل چرا استعمال کردید؟ برادر مشوره این مفهوم نداره که حتما
خود یک انسان او چیز این در حق ماست، در حق الله نیست. در حق الله ثابت کردن امتیازات آدم علیه السلام بالای ملائک بود. از امو خاطر است ابتلا و امتحان الله اینطور نیست که حتما الله خبر نداره. نسبت ابتلا به الله شده و از ابتلا ابراهیم ربه، نسبت ابتلا به رب شده. حالی امتحان به خاطری می باشه که تو امو چیزی کمالاتی که دو نهفته و پنهان است او را معلوم کنی، لیکن این به نسبت انسان است نه به نسبت الله. همین قسم کلمه مشوره را اگر نسبتش به الله میکنیم این معنا را نداره که مثل انسان واری است که او بعضی چیزای نامعلومه خودش نمیدونه از دیگرها چی میکنه، بلکه اینجا مشوره به خاطر اثبات خصوصیت های آدم علیه السلام بوده. نماز تراویح را 4 رکعت نیت کنیم یا 2 رکعت؟ 2 رکعت بهتر است. اگر 4 رکعت هم نیت کنی پروا نداره، لیکن راجح صریح در حدیث نامده. آیا بر تمام احادیث و سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و به طریقه اکمل عمل کردن ممکن است؟ چنان که شما علمای سلف ادعا دارید که ما بر تمام اقوال و سنت های رسول الله عمل میکنیم، و اگر به تمام احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیه و عمل کردن ممکن است، پس چرا شما بر حدیث ترک رفع الیدین و بر حدیث وضع الیدین فوق السره عامل نیستید؟ و اگر ممکن نیست پس چرا شما بر رد قول مذاهب اربعه می باشید، در حالی که شما اعتراف بر این دارید که امام ابو حنیفه رحمه الله قول کرده که هر قول من موافق حدیث نباشد بر دیوار بزنید؟ پس دانسته شد که ترک رفع الیدین و وضع الیدین فوق السره نیست سنت می باشد. پس کسی که سنت را ترک کند داخل در تحت دلالت است. اینطور نوشته کرده. خیر، از سوالش فهمیده شد که اول این سوالش هست که کل سنت ها عمل میشه. بله، سنت های رسول الله کلش عمل ممکن است. البته در سنت وقتی که اول محدثین که قاعده را گذاشته تا وقتی که هر حدیث پیغمبر قابل عمل باشه ممکن باشه باید عمل شود. زمان عمل نمیشه که امکان نداشته باشه. مثلا امکانی طور است خون وضو را میده میکنه یا نمیکنه، میکنه نمیکنه ضد است، جمع شده نمیتونه. از او خاطر مجبور است که عالی محدثین میگه برو تلاش کو که کدام حدیث قوی است کدام حدیث ضعیف است. هر کدامش قوی است قوی پیش است. اگر قوت و ضعف معلوم نشد در دویش قوی است، عالی در تاریخ میری کدامش اول است کدامش آخر است، با آخر میروی میگی این ناسخ است او منسوخ است. ما تا وقتی که امکان به عمل به حدیثا باشه میکنه. پیغمبر علیه السلام دست تا سینه را بالا کرده، تا شانه را، تا زیر گوشه، تا سر گوشه. این تنوع در عبادت میگه. رسول الله اینی قسم نوع عبادت کرده. ما رفع الیدین هم اینطور میگیم. اگر حدیث ابن مسعود رضی الله نمی بود رفع الیدین فرض می بود، خب ما میگیم که نماز به ترک رفع الیدین میشه. خب پیش ما رفع الیدین راجح است، از او خاطر ما عمل به ترک نمیکنم. برای ما راجح معلوم شده. از او خاطر اگر راجح معلوم نمیشد اردوش یکسان می بود، گاهی ترک میکردم گاهی رفع الیدین میکردم. مثل که دستای خود تا سینه رم بالا میکنم، تا شانه رم، تا زیر گوشم، تا بالای گوشم. این تنوع است در عبادت. 3 قسم اشاره شده. اینطور عمل میکنم، ایرم بند میکنم میره در بغلش میمانم، ایرم قط میکنم میره در بیخش میمانم. قاعده را 3 قسم میکنم. قاعده آخری را 3 قسم آمده. رفع الیدین در سجده هم آمده، خلی که نو به طریق دوام نیست، گاهی گاهی میکنم. در رکوع و از خیستن قاعده اول این دائم آمده، از او خاطر دائم میکنم. این از کجا پیدا کردی؟ تو که گفتی که معلوم شد که وضع الیدین یا ترک رفع الیدین هم سنت است. ما نمیگیم، پیش ما راجح اوست، چرا که دلایل قوی در اون مورد دارم، این مرجوح برام معلوم میشه. اگر مرجوح نباشه، اگر این ما چی ندانم، چرا اقتدا پشت مردم میکنم؟ خودم بس اوقات ترک رفع الیدین میکنم، هیچ گپی نیست. کلید غیب نزد الله است. چرا ملائکت فهمید که انسان در روی زمین فساد و قتل میکند؟ این خود جواب دادم اموجا که از لفظ خلیفه فهمیده بود یا از قیاس سری مردم سابق کرد. الله چگونه قدرت وسوسه کردن را برای شیطان داده است؟ چی رقم داده؟ تو نمیفهمی؟ در رگ رگ یزید حدیث آمده پیغمبر اسلام میگه این الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. وسوسه انداخته رو است برای امتحان. الله حکمت داره، به می خاطر اینی طور قدرت برش داده. بعضی خانم ها دستباز نماز را نیت میکنن و بعضی ها چادر را میگیرن و نیت میکنند. در اصل کدام نیت کردن درست است؟
هر قدر که زن در سطر هر عمل نماز انجام بده او بهتر است. از او خاطر امو زیر چادر که نیت میکنه ای خوب است، به خاطر که هر عضو بدن زن باید پنهان باشد. و همچنان نیت به چند نوع است. نیت به چند نوع نیست، نیت فقط قصد قلب میگه یک نوع است، خیر و خلاص. هیچ عبادت بدون نیت نمیشه، اما او قصد قلب است، نه در زبان گفتن. در زبان گفتن بدعت است. یک نفر روزه نمیگیرد، از آن پرسان کردم که علت نگرفتن روزه شما چیست؟ با جواب من گفت که 2 طفل من فوت کرده، جلوی گناهایم را میگیرد. اوه، هر کس هر خواهری که هست یا هر مردکی که هست سخت اشتباه رفته. یادتان باشه شفاعت در روز قیامت به کسی میشه که او در عبادت خود کوشیده، عقیده صحیح داره، او را الله بر شفاعت میکنه. اگر توی طور باشی بازوی شفاعت هم برات نمیکنه. تو در خطا رفتی، تو کوشش تبکو، بعد از او و بر در روز قیامت شفاعت میکنه ان شاء الله. خویی طور نه که کل ذمه‌واری را او در ذمه خود گرفته، تو را در جنت میبره. خواهرانی که از بهارستان میان میگه ترانسپورتشان آماده شده. یک مرد با زنش جنجال کرده و زن بدون اجازه از خانه برآمده و شوهرش او را دوباره به خانه آورده و برایش 3 بار گفته طلاق هستی، برو به خانه پدرت. و این زن در حالت حیض قرار داشته. حکم چیست؟ آیا طلاق واقع شده 1 بار یا 3 بار؟ در زمان پیغمبر علیه السلام خلافت ابوبکر رضی الله عنه و 2 سال از خلافت عمر رضی الله عنه 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق شمرده میشد. چرا که اصل هدف طلاق است که این در صورت بگیره که هیچ راه امکانی چیست یک جا زندگی کردن دیگه باقی نمانه. الله متعال در موقع دادن طلاق هم اینطور اجازه نکرده که 3 طلاق در یک مجلس بده، بلکه گفته که وقتی زن پاک باشه 1 طلاق بده. وقتی که این پاکیش از بین رفت، مریضی سرش آمد، دوم پاکی آمد، اگر میخوایی که طلاق دوم بدی در دوم پاکی بده، دوم مریضی سرش میاد، سوم پاکی که آمد اینجا تو باز طلاق سوم هم نده. اگر دادی خو خلاص شدی از طلاق دیگه، اگر نه که ندادی بگذارشه تا که مریضی سوم سرش بیاید. تا که مریضی سوم ختم نشده تو حق رجوع داری. 2 طلاق در 2 طهر انداخته ای، الله برات اجازه کرده، این را به خاطر دامدار کرده که همین قانون گرم خانواده از بین نروه. اونجا تا که عدت تیر نشده، مریضی سوم ختم نشده، تو بدون تجدید نکاح رجوع کرده میتونی. هر دویتان پشیمان شده رجوع کردی، خو نکردی رجوع، امی عدت تکمیل شد، رفت دختر در خانه پدر، عالی چانس داره. او که در اونجا رفت در دستی زنای بیادر افتاد، چخله کرده از او طرف طلاقی گفته. اتور پشیمان شد که وی شوهرم 10 دفعه بزنه خیر است. اویجا این مردکه که دیگه بار کرد که از پیشش سوخت، او طرف کالایش سیاه شد، تو طرف تفلکا گریان کرد، گفت که این زن سر من شاشم بکنه پروانه داره. آلی اردویش پس میدانه تجدید نکاح بکنه. فلسفه طلاق فهمیده؟ کسایی که 3 طلاق شمار میکنه عمر رضی الله عنه برای سیاست بود. اگر امروز ما این سیاست عمر رضی الله عنه انعملی کنیم، خانواده در به در خاک به سر میشه. علمایی که میگه که تالی رم همی فتوا را داده رئیستی اصل شریعت نیست. عمر رضی الله عنه برای سیاستا نکار کرده بود که مردم بیباکی را شروع کرده بود که 3 طلاق نده. اگر میده میگه ما نافذ میکنیم، اگر نه اصل 3 طلاق 1 طلاق است، طلاق رجعی. یکی از خواهران موحدهمان سخت مریض است، سکته مغزی کرده، حالتش وخیم است. لطف کرده یک دعای دستجمی برایش کنید. ان شاء الله بعد از این دعا میکنیم الله برای شفای کامل بده. یک دختری است که با مادرش تعصب میکند و گپ مادرش را گوش نمیکند. زیادتر دخترها چیستن مقصر هستند یا مقسم هستند؟ درباره قسم دخترها چیزی گفتنی داشته باشید بگویید. پیش از شروع درس، چون که شما سوالها را میخوانید دخترها نمیشینه، در اول بگویید که تمام دخترها خوب است. این سبا میگم دخترها که قرآن بخوانه و بازم حق مادر خود نفهمه، بازو دخترم دختر نیستن. ای آیا دعای همگی قبول میشه؟ به دلیل بگویید. بله دعا از همه ما پیش گفته بودم که شرایط داره، قبول وقتی میشه که شرایطش پوره بکنیم. تبادله جنس با جنس چی حکم داره؟ درست است یا خیر؟ بله درست است. از نگاه بیع جنس با جنس بدل میکنی، زیادت نباشه. در چیزای پیمانه‌ای وی گپا که در حدیث آمده
دو زیادت نباشه یا نسیان نباشه، قرض. در اسلام یک مرد 4 زن حق داره. چرا؟ پیغمبر 9 زن داشت. پیغمبر علیه السلام 9 زن هم 9 کم بود. چرا؟ قوت یزو برابر 400 مرد بود. این امر الله است، آیت قرآن کریم است که الله اجازه داده. چرا ایش چی میگی؟ اگر حکم الله را قبول داری. اگر فلسفیش خیلی زیاد است. 9 زن نبود بلکه 9 شاگرد یا 9 مدرس مدرسه رسول الله بود. شیطان از آتش آفریده شده است، پس به جهنم میرود. آتش جهنم، تو هم از خاک آفریده شدی، تو بیشی که یک چند قلق بزنم تا که چی طور میشی. حسابت معلوم شود. پناهتان به الله. جزاکم الله. دعا میکنیم الله متعال تمام مشکلات ما را حل بسازه. و خواهر و مریضی که طلب دعا برشان کرده بود الله أيا دارها حييت دارا ومن